اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما انشاءالله تعالی آخر سپاره 11 است. تقریبا نیم صفحه به سپاره 12 مانده. سوره هود علیه السلام است. در سوره انشاءالله میخوایم یافتین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. در سوره یونس علیه السلام وقتی که ما شما سوره را شروع میکنیم، ارتباط سوره هود علیه السلام با سوره یونس علیه السلام. در سوره یونس علیه السلام اونجا اشتباهات مردم جاهلیت عصر رسالت نشان داد که مردمایی که در جاهلیت مبتلا هستند در عصر رسالت چی مشکلات دارن. اما در این سوره مبارکه اشتباهات مردمان جاهلیت در عصر دیگه پیغمبران را نشان میده. یعنی در اصطلاح قرآن جاهل کسی است که علم از او را به توحید نمیکشانه. شاید یک نفر دکتر باشه، انجینیر باشه، پروفسور باشه، بسیار انجینیر باشه که بلند منزل ها را جور بکنن مثل عاد، و با کسای دیگه باشن که مثلا بسیار قوت داشته باشن، لشکر داشته باشن، سیاستمدار باشن مثل فرعون. اینا مثالایشان ذکر میکنن. اما قرآن عظیم شان اونا رو جاهل میگن. چرا جاهل میگن؟ مردمای جاهلیت اونا رو میگن در صورتی که علم شما را به وحدانیت الله، به شناختن الله و شما را سبب نجات شما نشه، این مسائل، این علم ها کلش در جهل حساب میشه. اما اگر تو ساینسدان بودی، تو ریاضیدان بودی، تو انجینیر بودی، تو دکتر بودی، تو مثلا فیلسوف بودی، تو عالم بودی، دانشمند بودی و این دانش تو تانست که برسانه به وجود الله و وحدانیت الله، حقیقتا تو یک انسان چی هستی؟ متمدن هستی، یک انسان پیشرفته هستی. تو را عالم میگه. یک عالم بود در از چکسلواکیا، از جمهوری چک. قبلا چکسلواکیا میگفتن، آله به نام چک میگن، جدا شده، چک علایده شده و سلواک علایده شده. ای به نام پروفسور میلن نام داره. پروفسور میلن ای خودش یک استاد بسیار بزرگ و یک دانشمند و یک ساینسدان بسیار بزرگ بود و خودش قصه میکنه، میگه من تقریبا 30 و چند سال زندگی من که در چکسلواکیا زندگی کرده بودم و در جمهوری چک و سلواک، اونجا قبلا این تحت تأثیر اتحاد شوروی سابق بود. میگه وقتی من در اونجا زندگی میکردم چی شد؟ میگه در منطقه ما کاملا میگه الحاد بود، بیدینی بود، اصلا کسی به وجود خالق متعال هیچ باور نداشت. به این خاطر میگه من چی کردم؟ میگه من به ساینس زیاد علاقه داشتم. بالاخره میگه دانش ساینسی من بیشتر شد، در حالی که من در یک جامعه زندگی کرده بودم که اصلا در اون جامعه هیچ مردم به دین و به ایگپا باور نداشتن، به وجود خالق باور نداشتن، چون مناطقی را که اتحاد شوروی تحت سیطره خود داشت اونجا کاملا مردم از دین و دینداری و عبادت، هیچ مردم اصلا نه یهودیت نه نصرانیت، گفت کاملا دور بودیم. بالاخره گفت وقتی که من تقریبا نزدیکای 40 سالگیم رسیدم و دانش ساینسی من بسیار زیاد شد، گفت من 2 حقیقت کشف کردم از طریق ساینس. حقیقت اول گفتی است که وقتی من در مورد امی کائنات و امی فضا و آسمان و مخلوقات از اینا گفت فکر کردم با تلسکوپ و با وسایل ساینسی و ترا، میگه برای من از طریق ساینس این قناعت حاصل شد که این طبیعت، این جهان بدون خالق نیستن، حتما ایره کسی خلق کرده. گفتی برای من ثابت شد. و ایره گفت من نه کدام معلمی را دیدم، نه عالم نصرانی، نه یهودی، نه مسلمان، نه کدام مولوی و شیخ و نه کدام کتاب هم به دست من رسیده بود. فقط از طریق ساینس میگه من چی شدم، به این قناعت حاصل کردم که این جهان خالقی داره.
بالاخره ارتباطی که بین مخلوقات از جهان است. مثلا دیدم که معده ما سازگار است با چی؟ با میوه‌جات، میوه ما سازگار است با سبزیجات، وجود ما سازگار است با آفتاب و مهتاب و سیارات و زمین و اکسیژنی که اینجا است. میگه برای من او تو عقیده پیدا شد که خالق از این آفتاب و خالق وجود ما یکی باید باشه. چرا اگر آفتاب کسی دیگه خلق میکرد و انسان کسی دیگه خلق میکرد، بازی یه مشکل پیدا میشد. او میگفت ما تو آفتاب میسازم، به من چی که انسان ها را در بده، مخلوقات تو هست. ولی ای که مثلا یا میوه اگه خالقش کس دیگه می بود، میدی ما خالقش کس دیگه می بود، بازم در بین از اینا میگه امی تناسبی که در بین این میوه‌جات بود و در بین میدی ما بود، این کلش سبب چی شد؟ سبب ازی شد که ما عقیده داشته باشم به ای که خالقی که از تمام از این مخلوقات از خالق یگانه است. بس از طریق ساینس ما دو حقیقت کشف کردم. حقیقت اول که این جهان خالقی داره و این از طریق ساینس برای ما گفت، علم و تکنولوژی برای ما گفت که این جهان بدون خالق نیست، هیچ چیزی بدون خلق کننده نیست. و دومش گفت که ساینس برای ما وقتی که از معلومات ساینسی ما بیشتر شد، میگه روابط تناسبی که بین موجودات در طبیعت بود، این سبب شد که ما بفهم که خالق همه ذات یگانه هست و ما به وجود یک خالق ایمان داشته باشم. بناهن میگم ما از طریق ساینس گفتم که لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی بغیر ذات یگانه. اما میگم من محمد رسول الله نگفته بودم. وقتی آمدم یهودیت مطالعه کردم، نصرانیت مطالعه کردم، کتاب‌های از اینا رو مطالعه کردم، میگه وقتی کتاب‌های نصرانی ها را مطالعه کردم از اول تا آخر، دیدم که یک صفحهش بسیار خوبش است. مثلا در انجیل یک صفحهش بسیار خوب موضوعات میگه، در صفحه دیگه وقتی که من گفتی برعکس ازی، اپوزیت گفت، یک صفحه یک چیز میگه، صفحه دیگه برعکس ازی، اختلافات است. یک صفحه یک چیز میگه، من گفتم نه این کلام اگر از او خالقی که این جهان خلق کرده و باز این خالق یگانه هست با این قوت خود، چطور در کتابش در کلامش قسم تناقض باشه؟ گفت برای من قناعت حاصل شد که کتاب انجیل که است این تحریف شده است یا کتاب خالق نیست دیگه. خلاصه ای که آمدم پیش کتاب یهودیا، میگه وقتی کتاب یهودیا رو مطالعه کردم، دیدم که یهودیا میگفتن که والله خالق ما که هست خالق وجود داره، لکن این خالق تنها ما را برگزیده که ما بنی اسرائیل هستیم، یهود هستیم، ملت برگزیده هستیم. میگه من گفتم نه او خالقی که جهان خلق کرده، این طبیعت خلق کرده، او خالق تمامش مخلوقاتش است. چطور است که مرا در خانه یک چکسلواکی خلق کنه باز بگه تو بنده من نیستی؟ این معلوم میشه در این کتاب تعصباتی گپا جاگزین شده. پس آن میگه من قرآن عظیم شان خواندم، لکن وقتی قرآن بر من دادن، میگه چون در کشورهای اروپایی همین سیستم است که میگه قرآن کسی هم نوشته چی است؟ نوشته محمد صلی الله علیه و سلم است. باز میگه وقتی من این قرآن خواندم در 1/3 of قرآن، میگه وقتی که من خواندم 1/3 از قرآن، یعنی 1/3 قرآن خواندم، میگه بر خانم گفتم والا این محمد چه هوشیار بوده، این کتاب از این هیچ اختلاف نیست، بسیار منظم است، بسیار دقیق است. وقتی من پیشتر رفتم دیدم که خالق دیگی هست که به محمد هم خطاب میکنه که اتو بگو، اتو حرکت بکو، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. بالاخره میگه من کشف کردم که این کتاب محمد نیست، بلکه این کتاب از رب محمد صلی الله علیه و سلم است که بر از او خطاب میکنه که چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی. اگر سوالت کردن او تو جواب بده، اگر این گپا گفتن این قسم جواب بده، میگه من فهمیدم او سبحان الله این کلام اونمو خالق است که خودش خدا معرفی کرده که او خالق آسمان هاست و خالق زمین است. باز میگه تقریبا بعد از مدت زیاد ما گفتم محمد رسول الله، یعنی از طریق ساینس 1 سال پیش گفتم لا اله الا الله، باز از طریق مقایسه بین کتاب‌های آسمانی باز من بالاخره گفتم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایناله در اصطلاح قرآن عالم کی هست؟ عالم کسی هست که دانش ساینسی از او، دانش زبان شناسی از او اگر در ادبیات است، دانش انجینیری از او اگر انجینیر است، دانش و وسایل تکنولوژی که در دست داره اگر عالم فضا هست، یک عالم دیگه هست، یا مقایسه بین ادیان بالاخره و کتاب ها او را به حقانیت قرآن و به وحدانیت الله برسانه. اگر دانش ساینسی تو را قناعت داد که خالقی وجود داره و این خالق یگانه هست،
پس تو واقعا پیش الله یک عالم هستی. اما اگر نه که با وجود از که تو بسیار خواندی و زیاد دلیل گفتی و باز او نتانست که تو را قناعت بده، پس پیش الله تو یک انسان چی هستی؟ جاهل هستی. پس در این سوره مبارکه که ما شما شروع میکنیم، در سوره یونس از جاهلای عصر رسالت گپ میزد. شما اگر امیال ابیاتی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و یا قبل از او در عصر جاهلیت که این نام گذاشتن، این جاهلا وقتی که شعر میگفتن، شعر از را آل یک دکتوری که مثلا پیچیدگی داره، دکترا داره در عربی، اما تو شعر گفتن نمیتونه، اما تو قصاید گفتن نمیتونه، تو رو فهمیدن نمیتونه. بسیار کتابا رو میبینه، دیکشنری ها رو، معاجم رو میبینه تا که او اما اشعار از رو درک بکنه که میگه سئمت تکالیف الحیات و من یعش 80 حولا لا ابا لک یسأمه. اینال بسیار قصاید قوی هست، ولی الله متعال اونا رو جاهل میگه. چرا جاهل هستن؟ به خاطر از اینکه دانش ادبیات از اونا، شاعر بودن از اونا، فهم از اونا، در دیگه علوم هم بسیاری چیزا دسترسی داشتن از نگاه سیاسی و از نگاه اقتصادی و بعضی مسائل، لکن در امپراتوری روم، در امپراتوری فرس، یهودیا، نصرانی ها بسیار علما بودن، لکن کل از اینا رو عصرشان چی میگن؟ عصر جاهلیت. به خاطر چی؟ به خاطر که می علمشان اینا رو به وحدانیت الله نرسانده بود. اینا در بر علاوه از او در این سوره، وقتی که در سوره یونس ما و شما رو خواندیم که در عصر رسول الله، در سوره یونس چی هست؟ در سوره یونس هم بیان میکنه که شما جاهلای عصر دیگه پیغمبرا را سائل کنین. از هر پیغمبر هم میبینه که اونا چی میگن و چی دلایل میگن، و باز قرآن عظیمشان دلایلی که پیغمبرایشان برشان بسیار معقولانه، بسیار مستدل، با بسیار زبان شیرین بر از اونا بیان کردن. پس از این درس است که جاهل عصر ما و شما، جاهلای معاصر، تنها از نگاه وسایل فرق میکنه. از نگاه اندیشه جاهل قرن 21 با جاهل مثلا جاهلایی که قبل از عصر رسالت بودن و با جاهلای عصر موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و دیگه جاهلا با هم هیچ تفاوت نداشتن و دلایل توحید بر از اونا کلشان بیان شده و مثل که رسول الله صلی الله علیه و بیان کرد. موضوع دیگه که هست در این سوره ما و شما که بر علاوه دلایل توحید و وحدانیت الله و یگانگی الله که در سوره قبلی ذکر شده بود، همین دلایل توحید الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات کلش بیان شده میره تا اینکه یک انسان وقتی قرآن ختم میکنه، مثلا 2 ماه 2.5 ماه ما و شما بخیر قرآن عظیمشان ختم کنیم، تأثیر در اندیشه های ما و شما باشه. ما من حیث یک مسلمانه که عقیده ما عقیده توحید باشه مطابق قرآن و سنت، نه عقایده که هر کسی میگه من مسلمان هستم و دیندار هستم لکن اسلام نمیفهمه، دین نمیفهمه، توحید نمیفهمه و به انحرافات مبتلا هست. نقطه دیگه ای است که در این سوره میگن که امام ترمذی و طبرانی و دیگرها روایت میکنن، میگن که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی به طرف رسول الله سمدید که چند تاری از ریش مبارکشان چی شده بود؟ سفید شده بود. پرسان کردن، گفتن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شیبک، چی چیز شما را اتو مو سفید ساخت؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم برش گفت که شیبتنی هود و اخواتها، مرا ریش سفید ساخت، مو سفید ساخت. چی ساخت؟ هود و اخواتش که سوره واقعه است، مرسلات است و سوره نبأ است. چرا در اینجا در این سوره ها زیاد اما حالات خطرناکی که بالای دشمنای الله میایه و غضب الله بالای از اینا میایه، وقتی انسان عمیق فکر بکنه که بسیار خطرناک است و این عذاب بسیار خطرناک است، حتی در صورت و چهره انسان تأثیر میکنه. خب میایم سر درس شروع میکنیم. بخیر، آغاز سوره هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را. الله متعال میگه الف لام را. طبعا ما شما میگیم که الف لام را این حروف مقطعات است و حروف مقطعات چی است که الله اعلم بمراده، الله معنایش میفهمه، ما جاهل هستیم. وقتی در مقابل قرآن قرار میگیریم ما جاهل هستیم، اگه زبان میفهمیم، اگه ادبیات میفهمیم،
اگر ساینس میفهمیم، اگر تکنولوژی رو یاد داریم، باز هم به جهالت خود در مقابل علم الله اعتراف میکنیم و میگیم که الله اعلم بمراده. کتاب، الله متعال میگه این قرآن عظیم شان کتاب است که احکمت ای نظمت آیاته، بسیار منظم است، استوار متین است آیات ازی، نظما محکما لا خلل فیها، اتو منظم هست که در او هیچ خلل نیست، تناقض نیست، استراب نیست. چیش آیاتش؟ ثم فصلت، الله متعال میگه سپس امی قرآنی که محکم است، دلایل روشن داره، دلایل واضح داره، باز به تفصیل بیان شده. چی بیان شده؟ چیزهایی بیان شده که انسانها به او احتیاج دارن، اعتقادات، اخلاقیات، مثلا معاملات و عبادات و مسائل آخرت و معاد، کلش جایی مفصل بیان شده. این کتاب از جانب کی هست؟ من لدن حکیم خبیر، که از جانب خالق که بسیار حکیم است. وقتی شریعت خود بیان میکنه، هر آیتی از آیات قرآن و هر حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با حکمت است. یعنی اگر شما حکمت دارین، پیرو قرآن و سنت باشین، چرا ای از جانب ذات است که بسیار با حکمت است. حکیم فی علمه و حکیم فی شریعته و حکیم فی احکامه و حکیم فی جمیع ما نزل و ما امر و خبیر. و در پالوی ازی که حکیم است، با حکمت است، بسیار با خبر است. پس وقتی دو صفت یک جای میشه که حکیم خبیر است، یعنی ذاتی که بسیار با حکمت است و ذاتی که از بسیار امور دقیق با خبر است. بعضی اوقات یک انسان است حکمت می داشته باشه اما علم قوی نمی داشته باشه که همه چیز بفهمه. بعضی کساس بعضی علم می داشته باشه، حکمت نمی داشته باشه، اما خالق متعال سبحانه و تعالی خالق است که هم حکیم است و هم خبیر. آل علم الله، حکمت الله و با خبری الله و این کتاب الله که بسیار کتاب محکم است و مفصل بیان شده، چی را بیان میکنه؟ محور اساسی حکمت قرآن عظیمشان در چی است؟ الله متعال میگه خلاصه کلشی است که الله تعبدوا الا الله، که شما اطاعت نکنین و عبادت نکنین و پیروی از قوانین دیگه نکنین بغیر از شریعت الله و با کس دیگه سرخم نکنین، عبادت نکنین به الله. اننی لکم منه نذیر و بشیر. و برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که اننی یقینا مکه هستم، لکم برای شما، نذیر ترساننده هستم، شما را می ترسانم از عذابهای خطرناک که مستحق از او انسانهای بیدین هستند. عذاب قبر، عذاب روز قیامت، عذاب در مقابل میزان، عذاب در وقت سوال و جواب، عذاب در وقت گذشتن از صراط، عذاب در گذشتن از قنطره و عذابهای مختلفی که در روز قیامت می باشه. و بشیرون، و برشان بگو در پالوی زومه بشارت دهنده هستم به جنت الهی، به نعمت الله که انسانهای با ایمان هیچ سختی نمی داشته باشه. دیگه چی هستی؟ حکمت. و ان استغفروا، و ای که شما مغفرت بخواین. از کی مغفرت بخواین؟ ربکم، مغفرت بخواین از پروردگارتان. از چی مغفرت بخواین؟ از شرکیاتی که در جهان منتشر هست و گاه گاه شما به این مبتلا میشین، یا بی خبر یا با خبر به این شرکیات مبتلا می باشین. از الله مغفرت بخواین. بعضی اوقات در گناه ها داخل میشین، پس مغفرت بخواین از پروردگارتان. ثم توبوا الیه، و مغفرت با توبه. یعنی اگر یک نفر مغفرت میخواه و از گناه خود ترک نمیکنه و از گناه توبه نمیکنه، میگی دروغگوی است، کاذب است. پس در پالوی مغفرت خواستن باید توبه داشته باشی. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم، باز الله متعال شما را برتان چی میکنه؟ بهره‌مند میسازه شما را، متاعا، از نعمتهای حسن نیک، الی اجل مسمى، تا زمان معلوم دار و مشخص. و یؤتی کل ذی فضل فضله، و الله متعال میته برای هر صاحب فضل فضیلتش را. و این تولوا، و اگر شما رو بگرداین، الله دیگه برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و که من میترسم، ان یقینا که من اخاف و میترسم، علیکم بالای شما، عذاب یوم کبیر، از عذاب یک روز بزرگ.
الی الله مرجعکم، به سوی الله هست مرجع شما، بازگشت شما. و هو علی کل شیء قدیر، و یقین داشته باشین که هو الله متعال که است کل شیء قدیر، بر هر چیز قدرتمند است. الا آگاه باشین، انهم یقینا که همین مردمای مشرک و بیدین، یثنون صدورهم سینه هایشان را بر میگردانند، خم و پیچ میکنند، در سینه هایشان مکر فریب داخل میکنند. این چی مانا؟ بعضی اوقات مردم های بیدین سینه خود دور میته، این هم شامل میشه به یثنونه، یعنی دور میتن. بعضی اوقات سینه های خود پس میبرند تا ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم نبینه، و بعضی اوقات در سینه های خود بعضی از رازهای کفری و بیدینی را مخفی نگه میداره. چرا این کارا را میکنن؟ الله متعال میگه لام تعلیل است، علتش بیان میکنه که لیستخفوا. لام ایرا علمای نحو میگه لام تعلیل، یعنی به این علت، به این سبب یستخفوا تا چی کنن؟ مخفی بسازن، منه از او، یعنی میخوان که از الله آنچه که در سینه هایشان است پت بکنن. پس این کارو چرا میکنن؟ میخوان که از الله بپوشن. الله متعال میگن الا آگاه باشین او مردم، حین یستغشون ثیابهم، وقتی که اونا حتی در لباسهای خود پیچ میتن، خوب لباسهای خود میپوشن، زیر کمپل ها و لیاف ها و این خود پت میکنن و آستا خاموشانه گپ میزنن. الله متعال یعلم ما یسرون، الله متعال میفهمه آنچه که اونا پت و پنهان میکنن، و ما یعلنون، و آنچه که اونا به شکل علنی بیان میکنن. انه یقینا که الله متعال علیم بسیار آگاه است بر رازهایی که به ذات صدور، با آن رازهایی که در سینه ها هست. بس پاره 12 الحمدلله ما و شما رسیدیم. و ما من دابت، الله متعال میگه که متوجه باشین به ای که الله متعال در ربوبیت خود رازق است، رزاق است، روزی دهنده هست. و ما من دابت، و نیست هیچ جنبنده فی الارض در زمین، الا مگر این که علی الله بر الله هست رزقها رزق آن، و یعلم و الله متعال میداند مستقرها و مستودعها. مستقر جای استقرار، استقر یستقر استقرارا، یک نفر در یک جایی که قرارگاه برای خود گرفته او را هم الله متعال میدانه، و مستودعها و جایی که در اونجا او آرامش پیدا میکنه او را هم میفهمن. بعضی علما میگن مستقر یعنی مکان پیدایش از او فی رحم، در رحم مادر است، و مستودعش در صلب یعنی در چیز پدر است. مستقرها فی الدنیا، جای استقرارش در دنیا، و مستودعها فی الاخره. یعنی امی عربی که است یک زبان بسیار واضح و قوی هست که در او تفسیرهای مختلف امکان داره. و یعلم والله متعال میدانه مستقرها جای استقرارش را، و مستودعها و جای بود و باش از را، کل فی کتاب مبین، تمامی از اینا در کتابی که او لوح محفوظ است، مبین آشکارا هست. و هو الذی خلق السماوات والارض، و هو الذی، و الله ذاتی است که خلق السماوات خلق نموده است آسمان ها را، والارض و زمین را خلق نموده است فی 6 ایام، در 6 روز. 6 روزی را علما میگن که 6 روز یا 6 روز دنیا هست والله اعلم، یا او 6 روزی که یک روز به نزد الله چند روز است به نزد الله. در آیات قرآن میگه که ان یوما عند ربک 1000 سنه، یک روز به نزد پروردگارتان به اندازه 1000 سال است که شما حساب میگیرین به حساب این سالهایی که در زندگی دنیایتان است. و یک روز قیامت که است 50,000 سنه. سبحان الله، روز قیامت 50,000 سال است. آل والله اعلم. ما و شما اینجا مفسرین سخن زیاد گفتن دیگه، منتها اینجا کلمه 6 روز گفته شده. والله اعلم، ما و شما بهترین نمی است که میگیم اما 6 روزه که در علم الله هست. والله اعلم. و کان عرشه علی الماء، و بود عرشش بر آب، لیبلوکم تا شما را امتحان کنه، ایوکم کدام یکی از شما احسن عملا، بهترین عمل میکنین. بعضی علما میگن اینجا نگفته که اکثر عملا، نگفته که عمل زیاد بکنین. یعنی الله متعال کمیت زیاد خوش نداره، کیفیت عمل خوش داره. یک نفر است میخواد 20 رکعت نفل میخونه، کلش خراب میخونه، غلط میخونه، رکوعش غلط است، قراتش غلط است، الله خوش نداره. یک نفر 2 رکعت میخونه در وقت 20 رکعت، یعنی شما 10 دقیقه وقت دارین، حالا کدامش الله دوست داره؟
دمی 10 دقیقه 20 رکعت نماز بخوانین میتونین تیسیز بخوانین و میتونین دمی 10 دقیقه 2 رکعت نماز بخوانین خوبش. الله متعال میگه که چی است؟ خوش داره لیبلوکم تا امتحان بکنه شما را ایکم احسن و عملا، که کدام شما بسیار عمل خوب دارین، بهترین عمل، احسن عمل. متوجه هستین؟ احسن عمل. ولئن قلت انکم مبعوثون، ولئن و اگر قلت بگوی توی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم انکم شما مبعوثون بعث میشوین، زنده میشوین، دوباره برگردانده میشوین من بعد الموت بعد از مرگ، لیقولن الذین حتما میگویند کسانی که کفر و کافر شدن ان هذا نیست اینمی سخنان الا سحر، مگر چون سحر جادو دروغ میباشه میگم سخنای تو هم اینجا بنام به دروغ کذب، یعنی ان هذا الا سحر مبین، میگن این سخنای شما یک دروغ آشکار است. کی ما را زنده میکنه؟ از کجا زنده میشیم؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب، و اگر از این مردمای جاهل تأخیر بکنیم عذاب را الی امت معدوده، اینجا امت به معنای وقت است، یعنی تا یک وقت شمرده شده، لیقولن ما یحبسو، باز اینا میگن که شما خو میگفتین چرا این عذاب حبس شد، بند شد، چرا نامد سر ما؟ الا آگاه باشین یوم یأتیهم، روزی که بیاید برای ایشان امی عذاب لیس مصروفا عنها، باز از اینا برگردانده نمی شود، منصرف نمی شود عنهم از ایشان، و حاق بهم، اینا وقتی که ای چی شد؟ باز این وقتی که از اینا منصرف نشد، حاق چیمانا یعنی فرا میگیره چهار اطراف از اینا را، کل منطقه را باز ببینه که عذاب بالایشان از هر جهت معلوم میشه، و حاق بهم، و اینا را فرا میگیرد ما آنچه که کانو بودن بهی با آن، یعنی امی عذابی که یستهزئون با او مسخره گری کردن. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اینجا میگه انسان‌های جاهلیت دیگه چی صفت بد دارن؟ میگه انسان‌های جاهلیت ولئن و اگر اذقنا بچشانیم الانسان امی انسان‌های جاهلیت، اینا اگر برشان برسد یا بچشن منا از جهت ما، از طرف ما، رحمتا یک رحمت بر از اونها داده شود، صحت پیدا بکنن، عافیت پیدا بکنن، مال پیدا بکنن، باز ثم نزعناه، باز امی صحت و عافیت از پیش از اینا بگیریم منه از امی شخص، انه لیئوس کفور، بازی بسیار لیئوس و بسیار یئوس چی معنی؟ یعنی بسیار مایوس میشه، بسیار غمگین میباشه، بسیار در درد میباشه، کفور بسیار چی میباشه؟ ناسپاس میباشه. اوه سیکو بعضی کسا رو ببین انسانای جاهل که تمام روز که برش کل نعمت ها باشه هیچ شکر الله را نمیکنه، باز یک کمکی که سرش سختی آمد باز دیگه حتی کفر میگه، ناسپاسی میکنه، کفران میکنه، مایوس میشه. ولئن اذقناه نعما، باز الله متعال میگه وقتی که به می انسانهای جاهلیت ما برسانیم بچشانیم نعما، همون نعمتهای صحت، نعمت عافیت را، نعمت مال و زندگی یا را برش بدیم، بعد ضراء، بعض می سختی هایی که بالای زی آمده بود مستو که برش رسیده بود می سختی ها، لیقولن، باز امی انسانهای جاهلیت چی میگن؟ باز حتما میگن ذهب السیئات عنی، ای زشتایی ها، ای خواری ها، ای تنگ دستی ها، ای امراض از من دور شد، انه یقینا که همین شخص لفرحون بسیار خوشحال می باشه، خوشی میکنه. دو قسم خوشی میکنه، یا خوشی میکنه که میگه که ایره من خوش هستم به خاطر که من خودم علم داشتم، دانش داشتم، خودم اینه خدا این چیزها رو برای خدا آوردم، هیچ ناسپاس. و یا مشکل دیگه چی است؟ یا ای که خوشی میکنه به ای که باز میخیزه میره که والا مرا فلانی قبر، فلانی مرده، فلانی بت، فلانی مخلوق مرا چی کردی؟ مشکلات ازمت دور کرد. الله میگه من برش صحت دادم، من برش عافیت دادم، من برش اولاد دادم. بازی واسه که نام اولاد خدا الله داد بانه، باز نام اولاد خدا میمونه که مثلا برای فلانی شخص پیر داد و حسین داد و محمد داد. واقعی برای تو اولاد داده؟ الله برای تو اولاد داده. متوجه هستی یعنی؟ پس میگه که اینا باز چی عادت دارن؟ باز میگه بسیار خوشحال میباشه و فخور، باز فخر کرده میره که اینو دیدن که ما چطور مردمای هستیم، چطور مالدار هستیم. خیلی چند روز پیش فقیر بود چطور لقطک زده میرفتی. این مشکل میگه همیشه عادت انسان‌های چی هست؟ انسان‌های جاهلیت است. انسان‌های جاهلیت این قسم عادتشان میباشن. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که مسلمان هستند در مصیبت ها صبر میکنن و در وقتی که راحت بود شکر میکنن.
صبر هم عبادت است و شکر هم عبادت است. الا الذين، مگر کسانی که صبر و صبر کردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه را انجام دادن، اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. اولئک همی گروه مردمی که صابر هستند، در مصیبت ها صبر میکنن، در سختی ها صبر میکنن، در عبادت ها صبر میکنن. صبر در عبادت چی است؟ که عبادت بسیار درست انجام بدی. کسی که صبر نداره در این نماز خواندن تیز 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 نماز میخونه. آدمی که صبر داره بسیار با آرامش نماز میخونه. کل عبادت ها، نماز و روزه و حج و زکات. و دیگه چی است؟ صبر در معصیت چی هست؟ که وقتی انسانی که صابر نباشه که یک گناه برش آمد عاجل عمله میکنه به گناه. انسان صابر خوب فکر میکنه ای والا این گناه عاقبتش چی است که من کارا بکنم. صبر در مصیبت در چی است؟ در مصیبت که اگه سختی آمد انسان‌های ناصبر اینا فوراً فغان و ناله میکنن، کلمات زشت و کفری حتی میگن. انسان‌های صابر حوصله میکنن، میگن انا لله و انا الیه راجعون. الا الذين صبروا، مگر کسانی که صبر کردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه را انجام دادن، اولئک ابو یمین گروه مردم لهم برایشان است مغفرت و اجر کبیر و اجر بسیار بزرگ. فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، فلعلک شاید که تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک بکنی بعض ما یوحى الیک، بعضی آنچه که بالای تو وحی میشه. ایره چرا؟ وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و صفات رسول الله صلی الله علیه و بیان میشد و اینا قبول نمیکردن، وحی برش بیان میشد، معجزات بیان میشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم هر خط بر از اینا میگفت بسیار جگر خونش میساختن. باز و رسول الله صلی الله علیه و ضایق به صدرک، و تنگ میشه به ایست چی؟ صدرت. صدر به معنای سینه، یعنی سینه رسول الله صلی الله علیه و تنگ میشد از دستی که ان یقولوا لولا انزل علیه کنز. بازیا چی میگفتن وقتی که آیات قرآن برشان نازل میشد؟ باز دلیل از یا چیز از این آدمای شکم پرست باز می او اگه تو پیغمبر هستی چرا یک خزانه براتون آمده، یک خزانه بر پیدا شه باز ما قبول میکنیم. او جاء معه ملک، یا امراه تو یک ملائکه بیاد بادیگار دارد که تو بگرده. انما یقینا که تو انت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم نذیر، ترساننده هستی، یعنی پیغمبر هستی که اینا را از عذابهای الهی میترسانی. والله علی کل شیء وکیل، و الله متعال بر هر چیز وکیل هست، ذمه‌وار است. ام یقول، دیگه شبان بر الله، تو فقط برشان پیغام دین برسان، هدایت و هدایت نشدن این کار الله هست، الله متعال میفهمه. ام یقولون افتراه، یا اینها میگویند که افتراه ایره تو دروغ میگی، تو دروغ بستی. قل فأتوا، پس بگو برشان پس بیاورید به 10 سور مثله. اگر شما میگین که ما قرآن خودم گفتیم، بازی را خودم گفتیم به الله نسبت دادیم، خیلی شما هم خوب عرب هستین، شما هم خوب فصاحت دارین، شما هم خوب بلاغت دارین، پس بیارین یک 10 سوره مثل ازیواره، بیارین یک 10 سوره بیارین مفتریاتن که شما هم او را ساخته باشین، ودعوا و طلب بکنین من استطاعتم، هر کسی را که توانایی دارن، من هر کسی را که شما در وجود از او استطاعت و توانایی میبینین، من دون الله، بغیر از الله، این کنتم صادقین، اگر شما رازگویان هستین. فإن لم يستجیبوا لكم، اگر اینا باز به شما اجابت نکردن، فاعلموا، بدانین وقتی که امو کسایی که بزرگای شما هست و باز اجابت نکردن، نامدن و گفتن که ما این کار کردن نمیتونیم، مثل قرآن وارد چیز دیگه آوردن نمیتونیم. فعلموا، پس باید علم داشته باشین، بدانین که انما انزل بعلم الله، که این قرآن عظیمشان نازل کرده شده است با علم الله نازل شده، این کلام الله هست. و الا اله الا هو، و یقین داشته باشین که نیست اله معبودی که ذات از او مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود، الا مگر هو، بغیر از الله. فهل انتم مسلمون، پس آیا شما مسلمان میشین، تسلیم میشین به احکام الله؟ من کان یرید الحیات الدنیا، الله متعال میگه اگر کسی اراده بکنه زندگی دنیا را، فقط دنیا را بخواید، دنیا طلب باشه، دنیا پرست باشه، ماتریالیست باشه و بخواید زینتها و تنها زینتهای دنیوی ای مغرور بسازه، الله متعال میگه سعی کنین ما بر از این دنیا پرستا چی میکنیم؟ نوفی الیهم اعمالهم، میتیم برشان تمام آن چیزی که اونا میخواهند.
اینه. از این خاطر این مردمای دنیا پرست الله متعال برای چی میکنه؟ الله میگه ما برش دنیا را میتیم، شما خفه نشین. موتر بخوای برش موتر میتیم، خانه ها و قصر و کل چیز و قدرت و همه چیز برش چی میکنیم؟ این کلش مکمل برش میتیم. فیها در این دنیا و هم فیها لا یبخسون، اینا در این دنیا هیچ لا یبخسون، یعنی هیچ چیز از اینا چی نمیشه؟ لا ینقصون، یعنی ناقص نمیمانه. خوب خانه لوکس، خوب موتر، خوب زندگی، خوب حیات، همه چیز. این باز این مردمی که دنیا پرست هستند و دنیا طلب هستند و اینمی دنیا را کل چیز میدانه، باز مشکلشان چی میشه؟ نتیجهشان چی است؟ اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار. الله متعال میگه باز این همی کسایی هستند که بر از اینا نیست در آخرت مگر آتش دوزخ. چرا؟ به خاطر از اینا خب آخرت ایمان نداشتن، از آخرت مثلا اینا امیدوار آخرت نبودن. و حبط ما صنعوا فیها، و نابود شد از بین در دنیا نابود شد ما صنعوا فیها، آنچه که اینا کرده بودن در دنیا. و باطل ما کانوا یعملون، و تمام اعمال از اینا باطل بود، آنچه که عمل میکردن باطل بود. چرا؟ انسانی که عقیده به آخرت نداشته باشه، تنها دنیا پرست باشه، تمام اعمال خیر از این است. یعنی خیر کافر الله اگر خوبی هم میکنه برش هم پاداش در کجا میته؟ در دنیا برش میته، همه چیز می داشته باشه و در آخرت هیچ چیز برش داده نمیشه. افمن کان علی بینة من ربه، الله متعال میگه آیا شما تصور بکنین، فکر بکنین، عقلتان در کار پرتین، آیا کسی که باشه علی بینة من ربه، که این با دلایل روشن و واضح از جانب پروردگارش باشه، و یتلوه، و امی کتاب الله را و سنت رسولش ای چی میکنه؟ تلاوت میکنه. شاهد منه، که اینا کلی از اینا برای شهادت میتن، یعنی الله سر شاهد می باشه، رسول سر شاهد می باشه، ملائکه سر شاهد می باشه، زمین سرشان شاهد می باشه. اینا میگه آیا کسی که عموت یک خصوصیت داره این مساوی هست با این مردمایی که هیچ چیز ندارن و همیشه در گمان و خیال زندگی میکنن؟ و من قبله، و قبل از اینا کتاب موسی علیه السلام بود که اماما، که کتاب موسی علیه السلام چی بود؟ اماما، رهنما بود، و رحمتا، و رحمت بود. اولئک یؤمنون به، امی کسانی که از کتاب موسی علیه السلام حقیقتا استفاده کردن، یؤمنون به، به قرآن عظیمشان نیز ایمان میارن. و من یکفر به من الاحزاب، و کسانی که کافر میشه از گروه های مختلف به قرآن عظیمشان، یهود باشه، نصرانی باشه، آتش پرست باشه، مثلا خود پیروان ابراهیم میدانن، پیروان موسی میدانن، پیروان عیسی میدانن، یا مثلا مردم های متمدن فارس میدانن یا روم میدانن، هر کسی که از این گروه ها باز کافر میشه، فالنار موعده، پس آتش دوزخ امو موعد و وعده از اوناست، جایگاه از اوناست، موعدشان وعدهشان نبی هست. فلا تکن فی مریت منه، پس ما باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم در شک از آن. انه الحق من ربک، یقینا که قرآن عظیمشان حق است، من ربک، از جانب پروردگارت. ولکن اکثر الناس، ولکن اکثریت مردم، لا یؤمنون، ایمان به قرآن نمی آورند. این کسانی که باز به قرآن ایمان نمی آورند، اینا دیگه مشکل خودشان است، یا تکبر است، یا تعصب است، یا خودخواهی است، هر چیزی که است. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا، و کیست ظالمتر؟ اینا بسیاری کسانی که از یهودیا هستن، پیروان موسی علیه السلام خدا میگیرن، یا پیروان عیسی علیه السلام خدا میگیرن، نصرانی ها، یا پیروان ابراهیم علیه السلام میگیرن. باز اینا همی شرک خدا و همی بدعت خدا نسبت میتن به پیغمبرا. الله متعال میگه این بسیار گناه خطرناک است که تو یک کاری را به حساب رواج و به حساب عادت و به حساب نفس خود این کار میکنی، بازی تهمت میکنی سر الله. الله میگه و من اظلم، و کیست بسیار ظالمتر ممن، نسبت به کسی که افترا تهمت میبنده علی الله، بر الله، کذبا، به دروغ. اولئک یعرضون علی ربهم، باز امی مشرکا، امی بدعتکارا پیش کرده میشوند علی ربهم، با پیش پروردگارشان. اونجا باز روی سیاه میشه. الله پرسانش میکنه که آیا این کارهای زشتی که تو میکردی بازی رو به اسلام نسبت میدادی، میگفتی الله برای ما تو گفته، الله هم تو گفته، الله گفته که پدر یتیم بمرن باز پیسه یتیم کلش روز 2 روز 3 بکنین، الله گفته براتون که مال بیوه را بخورین، الله گفته که برین که تو کافر دوستی بکنین، الله گفته که شما بی ایمان شوین، الله گفته که نماز نخوانین، روزه نگیرین، برین معاف هستین، برین شما رسیدین. این کلش تهمت است بالای الله. رسول الله صلی الله علیه و تا روزی که فوت میکرد، روزی که فوت میکرد نماز ترک نکرد، حتی جماعت ترک نکرد،
میگه دو صحابی زیر دو شانش دستای خدا گرفته بودن و بردن رسول الله صلی الله علیه و به مسجد. نماز داده میگه نتانست، لکن رفت در مسجد و نماز خواند. ابوبکر صدیق گفت شما پیش شوین نماز بدین. خب رسول الله صلی الله علیه و معاف نشد، یک روز هم معاف نشد که نماز نخونه. تو چیش میگه نه من رسیدم من نماز نمیخونم، من از نماز معاف هستم، از روزه معاف هستم. تومت میگن سر الله میگه موسیقی که هستی بسیار خوبش هست، این موسیقی دینی هست، این موسیقی اسلامی هست، این مثلا قوالی اسلامی هست. الله متعال کدام یا آیت قرآن چی میگه؟ و من اظلم و کی ظالم تر من نسبت به کسانی که افترا تهمت میکنن علی الله بر الله متعال بدعت ها را، دروغ موسیقی را به اسلام نسبت میتن، دموکراسی را به اسلام نسبت میتن، مثلا سوسیالیستی را به اسلام نسبت میتن. کل از میگه اسلامی 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 اسلامی، یعنی با معنای اسلامی که گفتی با معنای که الله و رسولش چی کرده قبول کرده. الله متعال میگه کی ظالم تر نسبت به کسانی که افترا و تهمت میکنن علی الله بر الله تهمت میکنن، کذبا به دروغ. اولئک یعرضون علی ربهم، همین مردمایی که بر الله تهمت میکنن، دروغ قوانین خدا به الله نسبت میتن، میگه الله را قبول داره، کفریات خدا، شرکیات خدا، اعمال بدعتی خدا به الله دروغ تهمت میکنن سر الله. اولئک یعرضون علی ربهم، الله متعال میگه که همین مردما باز پیش کرده میشه، مجرمات در زنجیرها بسته شدگی پیش الله میان و الله در موردشان و قضاوت میکنه. و یقول الاشهاد، و باز شاهدا سرشان صدها شاهد میه. ها اولای باز می شاهدای که سر زمین باز میگه که ها اولای الذین کذبوا علی ربهم، اینمی کسایی بودن که خدا عالم میگرفتن، دیندار میگرفتن، متدین میگرفتن، شیخ میگرفتن، بزرگوار میگرفتن. این شاهدا ملائکه کرامن کاتبین، دیگه ملائکه‌ای که همراه زنا هست، چشمشان دستشان، دیگه شاهدا کلشان میگه چی میگه برشان سک میگه. و یقول الاشهاد، بسیار خطرناک است و میگه شاهدا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، اینمی مردم کسایی بودن که سر الله تهمت کرده بودن، دروغ گفته بودن سر الله، مردم فریب داده بودن. الا لعنت الله علی الظالمین، آگاه باشین که لعنت الله هست. لعنت چی معنی؟ الطرد من رحمت الله، اینا طرد میشن از رحمت الله، رانده میشن از این در روز قیامت سر از رحمت الله نه. سر کی؟ سر انسان هایی که سر الله تهمت میکنن. بسیار حال امروز مردم ها هستن سر الله تهمت میکنن، خیرات دروغی از دل خود جور کرده سر الله تهمت میکنن. در دین است؟ خب در کجا هست؟ نه هست دیگه. فلانی صاحب گفت، فلانی شیخ گفت، کو بکش بر مد قرآن، بکش در سنت. اینه حتی نظامای کفری و بیدینی را مثل دموکراسی و سوسیالیسم و کمونیسم و ایدئالیسم و چطورکایی یارا باز ببینید پشت از یک دانه کلمه چی زیاد کردن میرن؟ اسلامی 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 اسلامی. این است، این کلش تهمت از بالای کی؟ بالای الله. و یقول الاشهاد، باز میگوین شاهدا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، اینمی مردم کسایی هستن که اینا دروغ گفته بودن بالای پروردگارشان. یعنی در روز آخرت زناکار که زنا کرده از رحمت الله ناامید نیست، شرابخور نیست، مسلمان از کلمه خوانده الله برش رحمت خدا نازل میکنه. میشه زناکار رو ببخشن، دزد رو ببخشن، قاتل رو ببخشن، اما کی رو نمیبخشن؟ کسایی که سر الله چی میکنن؟ تهمت میکنن. دلیل چیست؟ به خاطر اینکه الله میگه لعنت الله هست با این ظالمایی که سر ما تهمت کردن، به دین ما چیزی را نسبت دادن که او در دین نیست. در دین خود تکمیل است، قرآن تکمیل است، الیوم اکملت لکم دینکم، سنت تکمیل است، رسول الله کلش مکمل بیان کرده. آل تو که چیزی را میگی که در دین است، خب باید در قرآن و سنت باشه. اگر در قرآن و سنت نیست، تو را آوردی به این معنا که قرآن و سنت ناقص هستند. این تهمت است. نه، پیغمبر نگفته دین ناقص بود، مال تکمیلش میکنم، مالی رو زیاد میگم. تو که در کجای قرآن گفته که دموکراسی اسلامی؟ در کجای قرآن گفته که سوسیالیسم اسلامی؟ در کجای قرآن و سنت گفته موسیقی اسلامی؟ در کجای قرآن گفته که رقص بکن، رقص اسلامی؟ الهی توبه، الهی توبه. این آیت قرآن هم میگه برای زنان، چون این قرآن نمیخوانن، چون که بشین قرآن نمیخوانن، چی رو میخوانن؟ تمام روز شعر بخوان، رقص بکن، تن پرتو، سر الله تهمت کرده میره. بیچاره سیکو. اینال چرا الله سر از اینا رحمت خدا نازل نمیکنه؟ به خاطر که الله خبر داده که لعنت الله هست علی الظالمین، سر قسم ظالمای
تهمتگری که سر الله تهمت کردن. باز وقتی که سرش لعنت شد، یعنی از رحمت الله چی است؟ الطرد من رحمت الله. باز رحمت الله برای بازیان مغفرت بکنه. الذين يصدون عن سبيل الله، باز این مردمایی که در شرک مبتلا هستند، در بدعت ها مبتلا هستند، باز خودشان در شرک و بدعت مبتلا هستند. باز دیگه جوانا که برای باز میگه الله در درس ترجمه نری، اشکو در درس ترجمه نشینی، اشکو قرآن نخونی، اشکو در درس حدیث نخونی. این الله میگه یا دیگه بهشان چی است؟ سر الله خود تهمت کردن، حال خودشان چی میکنن؟ مانع دین الله میشه. الذین، امی مردمای بدعتکار، امی کسایی که در شرک مبتلا هستن، امی کسایی که اینه میگه پای موسیقی اسلامی و دموکراسی اسلامی و مچم سوسیالیسم اسلامی و مچم رقص، العیاذ بالله العیاذ بالله، الله مرافع بکنه که کلمات استعمال میکنیم. اینمی مردم ها میگه الذین، کسایی هستن که یصدون، مانع میشن دیگران را، عن سبیل الله، از دین الله، یا مانع میشن از جهاد فی سبیل الله، مانع میشن از شریعت الله، مانع میشن از کتاب الله، مانع میشن از سنت رسول الله، مانع میشن. و یبغونها، و اینا میخواین که امی دین الله چی باشه؟ عوجا، کج باشه، غیر مستقیم باشه، در دین شک ها ایجاد شده. باز کافر هم که سهل کنه بگه امی دین الله عوج نمیگه، عوج کجی ها. باز کافر هم که سهل کنه میگه وای امی دین است، امی قسم دین است، امی قسم دین است که یک نفر پدرش مرده، ایواز که شما کاتش کمک کنین 500 نفر میرین در خانه از نان میخورین. امی دین میگه که شب جمعه برین پیسه از رو چور کنین تا روز چلش بر از یه چیز نمانین، ایره قرضدار بسازین، دیندار بسازین. امی دین است؟ یا میخوان همون دین کج باشه؟ تا کافر باز میگه خیمه دین قبول نداره. یا میخوان که همون دین چی باشه؟ کج باشه. و یبغونها، این مردمایی که چی هستن؟ بدعتکار هستن، سر الله تهمت میکنه. یک گناهشان از دین الله مردم مانع میشن، دیگه گناهشان دین میخوان که دین مستقیم نباشه، دین قرآن و سنت نباشه، بلکه دین چی باشه؟ دین قومی باشه. حالا مثلا یک کتاب نشه کرده اسلام امریکایی. اسلام امریکایی چه قصه است؟ میگه اسلام امریکایی is the Islam woman can be امام المسجد. اسلام امریکایی چی است؟ که زن میتونه که چی شوه؟ امام مسجد شوه. بیاید زنا رو بیار، زن بیاید مسجد. جبریل امین آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که آل یک خانم پیش رو میایه، در دستش یک ظرف از غذا هست. وقتی که آمد برش بگو که الله برای تو سلام فرستاد، الله برای تو سلام فرستاد. و برش بگو که الله دوم بشارت یک قصری از قصرهای جنت هم برای تو وعده داده است. این خانم بسیار با بزرگوار کی بود؟ مادر ما و شما، ازواج رسول الله صلی الله علیه و مادرهای ما و شماست. مادر ما و شما ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها. یک کسی آمد بر من گفت استاد دایی، من رسول الله صلی الله علیه و سلم در خواب دیدم، او برای تو یک پیام داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم، که درس بده جوانا را. من در لباس های خود نمی گنجیدم، دلم به اندازه چیز شد که من فکر کردم که همین تمام نعمت های دنیا را الله بر من داده. حال شما تصور بکنین که وحی میه و این وحیش خب این کسی که برای خبر میته راست میگه یا راست نمیگه، یا واقعا دیده یا ندیده، یا به هر صورت اگر دیدان باشه رسول الله صلی الله علیه و الله نصیب بکنه. لکن در این هیچ شک نیست که برای بی خدیجه وحی میه، جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بی خدیجه جنتی هست. از این خاطر یک وقت از من پرسان کردن، گفتن آیا همین 10 نفر بشارت به جنت داده شده؟ من گفتم نه، 10 نفر خود تنها کسایی هستند که بشارت به جنت داده شده، شهرت پیدا کردن. لکن کسای دیگه هستند که دی 10 نفر نامشان نیست، اونا هم بشارت به جنت داده شده اند. از اون جمله کسایی که بشارت به جنت داده شده هست و برشان گفته قصری در جنت برده است، کی است؟ ام المؤمنین خدیجه کبرا هست. و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه.
بر از اونا هم رسول الله هم بشارت داد که شما چی هستین؟ بزرگای جوانای اهل جنت هستن، اونا هم بشارت به جنت دارن. پس اینال شما تصور بکنین اونمو ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها که است، برازی الله متعال چقدر عزت بزرگ داده بود، لکن در نماز پیش نشده بود. الله متعال گفت شخصیت تو در عفت و پاکی تو هست. چرا وقتی یک زن دیندار و متدین او زن هست که سر و صورت و اعضای بدن از او از چشم مردان نامحرم چی باشه؟ مستور باشه. اگر نماز هم میخوانن در جای نماز بخوانن که اما عفت و پاکی از او حفظ شود. اگر در نماز پیش میشه مجبور است روی خود طرف مردا دور بده و مجبور است مثلا رکوع بکنه و مجبور پشت سر از مثلا به هزارها مرد تراش داشته باشه. اینمی به عفت از این چیز نیست. الله متعال اما تو عزت برای ام المؤمنین داد اما او رو در نماز پیش نکرد. آل چی میخواین؟ یبغونها عوجا. آل مردم میخواین که یک دین کج برای مردم چی کنن؟ بتن. اسلام امریکایی و اسلام فرانسوی و اسلام ایتالوی و اسلام مثلا پشتونی و اسلام تاجیکی و اسلام ازبکی و این اسلام نامایش چی میمونن؟ رنگ جون میکنن که همون اسلامی که اسلام قرآن سنت است این از پیش مردم او را دور بسازه. اسلام قومی، اسلام قوم پرستی، کلش کلمات است که الله متعال برای جمعه که کلشان سر الله تهمت میکنن، سر الله تهمت میکنن. و یبغونها عوجا الذین او کسانی که یصدون مانع میشن مردم عن سبیل الله از راه الله و یبغونها و هدف دارن میخواین چی است؟ بغیه و هدفشان چی است؟ بغیه و هدفشانی است که ای واجا که امید دین کج بر مردم برسه، نادرست بر مردم برسه، مستقیم برشان نرسه. و هم چرا این کارا را میکنن این مردم؟ در و هم بالاخره هم کافرون. این انسان های مؤمن نمیکنه. این کارا کی میکنه؟ کسایی هستن که به روز آخرت هیچ یقین ندارن، تنها میگن این دنیا است، بیام این دنیا را بینمی فریب کاری های دنیا را بگی بخو تا دیگران دنیا پرستا خوشحال شوه و تو دنیا حاصل کنی. این دنیا را حاصل میکنه ولی خودش به آخرت چی است؟ کافر است. چرا؟ اگر کسی ایمان به آخرت داشته باشه این کارها را نمیکنه. اولئک لم یکونوا. باز انال برای تسلیت رسول الله صلی الله متعال میگه اولئک همین گروه مردم لم یکونوا نبودن معجزین عاجز کنندگان که اینا عاجز بسازن پیغمبرای الله را، موحدین الله را، جوانای با ایمان، مردمای با درک نمیتونن که اینا عاجز بسازن با این برنامه های شوم خود فی الارض در زمین. و ما کان لهم من دون الله من اولیاء. و نیست برای از اینا بغیر از الله دوستان. این دوستایی که اینا میگیرن برشان هیچ به درد نمیخوره. یضاعف لهم العذاب. برای از اینا بسیار عذاب دو چند میشه، سه چند میشه، چهار چند میشه، زیاد شده میره. ما کانوا یستطیعون السمع. اینا نمیتونستن که چی کنن؟ درست گوش بگیرن، درست از گوش خود استفاده بکنن. و ما کانوا یبصرون. و نبودن از این چشمی که الله برشان داده ایره درست حق ببینن. نه از گوش خود صحیح استفاده کردن، نه از چشم خود استفاده کردن، نه بصیرت صحیح داشتن، نه شنوایی درست. اولئک الذین. جزای از اینا چی است؟ همین کسانی که همین صفات داشته باشن کسانی هستند که خسروا خساره کردن، نقص کردن، ضرر رساندن به کی؟ و انفسهم، به نفسهایشان. یعنی هر کسی که زشتی و بدی و کفر اختیار میکنه ضررش به خودش است. و ضل عنهم. چی شد؟ و گم شد از پیش از اینا ما کانوا یفترون. آنچه را که اینا افترا میکردن اما افتراعاتشان از پیششان میره و فرار میشه و گم میشه. و یا اینکه اینا را گمراه میسازه آن چیزی که اینا افترا کردن. لا جرم. هیچ شک نیست در بین از شما، شک نکنین. هیچ شک نیست. در چی شک نیست؟ انهم که همین مردم ها فی الاخرت هم الاخسرون. اینا در آخرت یکی خاسر است یکی اخسر است. بعضی کسا خساره دیدن یا دیگه میگه بسیار زیاد خساره دیدن. ان الذين امنوا. یقینا کسانی که آمنوا ایمان داشتن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکردن و اخبتوا الى ربهم. الله متعال صفات مؤمنان حقیقی را بیان میکنه. چی معنی؟ میگه ان الذين. یقین داشته باشین الذين او کسانی که آمنوا ایمان آوردن و عملوا الصالحات. آمنوا یعنی ایمان حقیقی آوردن به قرآن و سنت. از دل خود در دین چیز را داخل نمیکنن بلکه خودش شاگرد قرآن و سنت میسازن. میخواین که بفهمن یکی علم است یکی فقه. بین علم و فقه چی فرق است؟
علمی رو میگه که شما از یک چیزی که وجود نداره یک چیزی رو مثلا پیدا میکنید. مثلا یک نفر است کامپیوتر وجود نداره، عالم است، اختراع میکنه کامپیوتر، این میگه عالم است، خوب ساینسدان عالم است. خیلی فقه چی رو میگه فقه ای است که یک چیز موجوده تو عقلت زحمت میکشی که این رو بفهمی. از این خاطر میگه فقه القرآن، فلان نفر فقیه هست در قرآن. چی معنا؟ که او در قرآن چیز زیاد نمیکنه، بلکه امی چیزی که در قرآن است این کوشش میکنه که دقیق بفهمه. این فقیه میگه. الله میگه من یرید الله به خیرا، کسی که الله برش خیر بخواه او را چی میسازه؟ یفقهه، او را اتو زکاوت میده که امی قرآن و سنت خوب میفهمه. ما نمیتونیم در قرآن چیز زیاد کنیم، نمیتونیم در قرآن سنت چیز زیاد بکنیم، نمیتونیم در دین چیز زیاد بکنیم. دین کامل است. خیلی وظیفه ما چی هست؟ اگر الله بر ما خیر خواست، صداقت داشتیم، ایمان داشتیم، راستی داشتیم، باز الله ما را توفیق میده که همین قرآن و سنت درست بفهمیم. وقتی که قرآن و سنت درست فهمیدی، عقیده درست میشه. وقتی که عقیده درست شد، الله متعال چی میگه؟ میگه ان الذين یقینا کسانی که آمنوا ایمان آوردن حقیقتا به قرآن و سنت و عملوا الصالحات و ایمانشان اینا را کشاند، اعمال صالحه هم کردن به همراه فهم قرآن و سنت. وقتی که این اعمال صالحه کرد، یک صفت دیگه هم باید داشته باشه که علمش به قرآن و سنت، عبادتش به مطابق قرآن و سنت، انجام دادن عبادات این مغرور نسازه، بلکه چی باشه؟ صفت زیمشان و اخبتوا الی ربهم، و بسیار متواضع باشن به پروردگار خود. اخبات چی را میگن؟ چی است؟ میگه والاخبات خشوع را میگن، میگه خاشعا مطیعا، والاخبات الخشوع والتواضع. صاحب لسان العرب میگه اخبات که از خشوع از تواضع هست. باز اینمی مردم نمیگه که من این خودم فهمیدم، عقلم کار کرد، دانشم، من دانشمند هستم، فلانی هستم. میگه من بنده عاجز هستم، بیچاره هستم، ضعیف هستم، ناتوان هستم. این رحمت الله هست که بر من قرآن و سنت توفیق داد که بفهمم. ایمان داشته باش، اعمال صالحه داشته باش، به ایمان و اعمال صالحیت مغرور نشو، بلکه به الله چی داشته باش؟ تواضع و عاجزی داشته باش. اینال الله متعال میگه که ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و باز ایمانشان اینا را به این کشان که اعمال صالحه بکنه. باز ایمان و اعمال صالحه از اینا و فهم درست از اینا به این کشان که اخبتوا الی ربهم، تواضع به الله پیدا بکنن. اولئک، اگر کسی سه صفت داشت، اصحاب الجنت، اصحاب جنت هستن. هم امی مردم فیها، در جنت، خالدون، همیشه می باشه. همیشه الله متعال به خاطر که انسان از نگاه روانی تشویش نداشته باشه که اتو نشه من یک دفعه در جنت برم، باز روز دیگه مرا بگه برو برای دیگه از جنت بسیط است. مثل که اگانجا میمانی میری نه، خب که خوردی اگانجا ما که مثلا اگانجا میریم، مثلا یک وقتی یک کشور رفتیم، امی 18 روز برای ما دیگه بسیار خوب نان بود و خوراکا و گپا بود. همین روز 18 که رسیدیم که دیدیم که حتی بیککای ما را از دروازه هتل مونده. بگیرین برید دیگه. چرا؟ حداقل بان گفت نه از اینجا وقت شما پوره بود دیگه، تال دادین بیکک تا ما خود ما کشیدیم، اتاق را ما پاک میکنیم که دیگه مردم دیگه او نانمان تو را چاشت هم جمع دیدیم که دیگه چاشتا مثلا 100 قسم غذا بود. میگفتم مال کدامش بخوری؟ حالا کس یک نان خوشکام نمیته. الله متعال میگه این جنت کس مثل میمانی دنیوی واره نیست. از این خاطر همیشه وقتی که جنت ذکر میکنه به خاطر که آرامش داشته باشی که باز مرا نکشه از جنت، میگه هم فیها خالدون، یا همیشه در کجا میباشن؟ در این جنت میباشن. حال الله یک مثال بیان میکنه، میگه شما دو فرقه را دو گروه فکر کنین. یک طرف انسان هایست که خوب هوشیار هستن، فهمیده هستن، و یک طرف دیگه میبینن، میشنون، گپ میفهمن. یک طایف است. یک طایفه دیگه که نه گپ میفهمن، نه گوش میکنن، نمیبینه. یعنی در دو صنف میری، در یک صنف سال میگه شاگرداش منظم شیشتن، با اخلاق شیشتن، با ادب شیشتن، کل گپایت یک گوش میگیرن. در صنف دیگه میری که اونجا میبینی که صاحب قرار در فیسبوک خود مصروف است و فاجعه کشیده میده و خنده میکنه. آخر که میگه چه بالا صنف است. الله متعال میگه شما سعی کنین مثل که در دو صنف که رفتین که یک صنفش مردمای متدین است، یکیش لندقرا و چکا هست، اردوی از یا مساوی نیست. مثل الفریقین میگه دو مثال دو فرقه که است، مثال دو گروه که است، مثال های مؤمن و کافر که است. این دو طایفه هستن، یک طایفه مؤمنین است، یکی کافرین هستن. مثل الفریقین، مثال این فریق کالاعمی والاصم، که در یک فرقه از در یک گروه از نابیناهای قصدی هستن، چشم هستن لکن از چشم خود استفاده مثبت نمیکنن. والاصم، و کسایی که گوش دارن لکن از گوش خود استفاده مثبت نمیکنن. استفاده مثبت وقتی که نکنن مثل کهف
بحر حقیقی که باشن. و در مقابل از یا گروه دیگه هستن که والبصیر و السمع، که هم چشم دارن، از چشم خود استفاده میکنن، بصارت دارن، بینش دارن، فهم دارن، و السمیع و گوشهای بسیار دقیقی دارن که حق بسیار خوب گوش میگیرن. هل یستویان مثلا، آیا امی دو گروه مساوی هستن؟ طبعا شما میگن که نیست، مساوی نیست. پس کافر و مؤمن هم مساوی نیستن. افلا تذکرون، پس چرا اینا پند نمیگیرن؟